بسم الله الرحمن الرحیم. میدانم خال محمد یکی از کبابی هستیم. این یک نوع طرز تهیه کباب وطنی تیکه کباب معرفی میکنیم. باشان نوع پیاز است، سیر است، نمک است، نمک مزه است، بوره انجیر است، یک مقدار زیره است. این مخلوط میشه. انشالله برحمان از این شما یاد بگیرید. نمک را اضافه میکنیم که خوب مخلوط کنیم که نمک دجان از این بگیره. به جالی میپتیم تا که توتی از داخل نشه. ما پیاده مخلوط کردیم. بعد سیر به نوبت خود یک مقدار سیر حل شود. از یک مقدار بوره انجیر اضافه میکنیم. بعد از چند دقیقه ما اینجا آماده کنیم. گوشت خود بارت آماده شدن است. بعد از بوره انجیر یک ذره نمک مزه استفاده میکنیم که این مزهش با ذائقه میاره، خوشبو میکنه. یک ذره زیره پاش میتیم به خاطر خوشبوییش. کباب هم موادش اضافه شد، آماده است انشالله. بعد از نیم ساعت 40 دقیقه که ما رخنه کردیمش، اینه بخیر در رستوران‌ها یک شب میمانه. بعد اگر نیم ساعت بعد ما پخته کنیم مشکل نداره. کباب ما آماده است انشالله.